شبکه تلویزیونی رنتو و تلگرام کانال مش خبر دادند که سبب زنوزنی عمومی شب 12 ایول بین مهاجران در نزد ایستگاه مترو کوزمینک در شهر مسکو قصد انتقام گرفتن برای زنوزنی یک روز قبل در خیمکی بوده است. بنا به اطلاع این دو نشریه، زنوزنی اول در خیمکی روز 11 ایول صورت گرفته. در آن دو زاده قرقیزستان زخم کورد خوردند. نمایندگان وزارت کارهای داخلی قرقیزستان در روسیه نورلان ژانبایف گفت مهاجران هنگام بازی بیلیارد جنجال کردند. در هر صورت بعد زنوزنی اول زادگان قرقیزستان زادگان تاجیکستان را بر از بار در نزد ایستگاه مترو کوزمینکی دعوت کردند. قرار آنها ساعت 19 بود، ولی رزبار که به زنوزنی پیچید در نهایت قریبی نیمه شب ساعتهای 23:30 صورت گرفت. در پی این زنوزنی در خیابان ولگگراد 102 نفر را دستگیر کردند. نورلان ژانبایف گفت 70 نفر دستگیر شدگان شهروندان قرقیزستان می باشند. در رابطه با این قضیه با اتهام افباشی پرونده جنایتی گشودند. به معلومات ژانبایف در زنوزنی اخیر باز یک شهروند قرقیزستان کورد خورده است و 3 شهروند تاجیکستان از لطوکوب شدنشان به پلیس شکایت کردند. خبرنگاران باز یک پهلوی جالب این قضیه را آشکار کردند. بنا به اطلاع نشریه امکا، کارمندان پلیس از پیش درباره این زنوزنی خبر داشتند. یک مرد ناشناس با رقم 02 به پلیس زنگ زده خبر داده است که رقم تلفن او را سوند به یک چت در شبکه واتساپ شامل کردند. در این چت شهروندان قرقیزستان هموطنان خود را برای جنگ با مهاجران از تاجیکستان دعوت می‌کردند. مسئولان چت بعد چند اشتباه خود را فهمیده رقم تلفن آن مرد منبع پلیس را از چت پاک کردند و او معلومات بیشتر به پلیس دادن نتوانسته است، ولی به او میسر شده است که پلیس را از خبر اساسی کی و در کجا و با اشتراک کی دایر شدن زنوزنی خبردار کند.